دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 12 ایون سال 2026 قرار داریم در ناحیه اشت در دهه کدام دهه؟ شیوار. در دهه شیوار بلندی 1300 متر از سطح بحر. آمدیم اینجا که موسم گلوس چینی سر شدگی و گلوس به فروش رفته شده است. گلوس رو میچینن هم خیلی داخل همین ظرف با داخل دوکا میگیرن زیبا باشد. حاضر من پرسیدم این گلوس ها با نرخی چند پولی رفت شده است به فروش؟ 43 سومونی به فروش رفت شده است. این رو ماشین های فورا گفته شدن بر میکنن، یعنی که ماشین هایی که به روسیه میبرن حاضر میچینن برده یخدان میمونن و سردخانه میمونن، خنک میشود بعد در ماشین بر کرده میبرن. اینجا هر خانه ده هست می گلوس، همه گلوس دارد. گلوس هستشون اکن نوعی دونه کانونو دونه کانون همش نه هر خیل، لیکن با گلوسی در شیرینیش قنبار شیرین در شیرینی قنبار شیرین گلوسی نقص نه که این گلوس فکر میکنم در قسم پایانی ما نمیشود، لیکن گلوسشون کم میبندد. چیزی که من شنیدم کم میبندد. من این درخت هایش این همین والوی باشد چون که کم میبندد. آخه نه که درخت ها نهایت درخت های کلان این نبینید. خواهد این قشلاق که هست پرورش به سطحی همون دهقانی موندگی است. اینا چند ساله باشند این گلوس ها؟ یک 20 ساله هست می؟ 20 30 ساله؟ من که گلوس های 30 ساله هست. بولوش برآمده میچینن. عذاب است چیندنش. این طرز گلوس پروری البته خوب نیست، چون که بولوی این برآمده چیندن اگر غلطیده ماند اگر گردن آدم شکسته مردنش ممکن. من همون رو بینید که چخیل چیندن در کار. همون رو چخیل میچینید دادر جان؟ میچینید می همون سیاه ها؟ بولوش میچینن همینا؟ لیسنسه موندگی اکن لیسنسه شا بینید دروزی لیسنسه بینید دروزی زینه پایه رو بینید. من در شما نشون دیم این زینه پایه حاضر دروزی شما تخمینا بگم به شما 1 2 3 4 5 6 7 همین زینه پایه بلندش 7 متر میمونن و گلوس میشینن. این خودش یک خطرناک کار است. آنم جو این ویا چی همون چینده میتونه تون بلندی 15 متره بچه ها همون میچینه تو نه هویا میتونه تون چینده آن همون میچینن بلند باور کنید بلنده باور کنید هم قدر بلند کی 15 متر شدگیده. آنم دوران عزیز این بود نواره از گلوزورهای اشت 43 سومونی. گلوس زور کنید گلوس حاضر پول نقص شدگی در اشت حاضر باغ‌های زردالو رو ویران کرده گلوس شیننده ایستادن، چون که گلوس کمش 20 سومونی. در شهر دوشنبه ما دیدیم 20-25 سومونی در عین حال بود. این گلوس نهایت با مزه. انا همدیرون عزیز اگر یگان سخنهای خوبی داشتگی باشید در حق گلوس پروری اشت نویسید. من برای همین شده از دوشنبه اومدم. باور کنید نغزو، لیکن میدان های گلوس ندیدم. در خانه ها دیدم. در هر خانه هم خیلی 10 تا گلوس است. هر خانه چینده جمع کردن میفروشد. میدان دیدم در اشت در پایان میدان های گلوزور جوان رو دیدم، لیکن میدان های این خیلی گلوس های کلان رو در اینجا خیلی کوهستان است. بلندی 1300 متر است. حاضر من با نشان میتیم از نزدیک گلوس رو. گلوس 43 سومونی کیلوش رفته ایستاده است. خیلی در پناه خدا باشد. خدا نگهبان شما باشد.